امروز 8 مارچ است، روز جهانی زن. ولی برای من زن فقط یک واژه و یک روز در تقویم نیست. زن بودن یعنی ایستادن زمانی که دنیا میخواهد تو را خم بسازد. من زن افغانم، دختر سرزمینی که آسمانش بارها بر روی شانه های زنانش فرو ریخته است. از کوچه های کابل می آیم، شهری که روز دخترانش با رویاهای بزرگ به مکتب می رفتن و یک روز تمام دروازه ها بر رویشان بسته شد، کتاب ها ماند، میزها خالی شد و سکوت جای خنده های دخترانه را گرفت. اما باید بدانند که رویا در نمی شناسد. من از دل همان سکوت آمده ام، از میان اشکای مادرانی که شبها بی صدا گریستند اما صبح باز هم امید را در چشم فرزندانشان کاشتند. من از وطنم کوچ کردم با یک بکس بظاهر چند دست لباس، اما پر از خاطره، پر از دلتنگی و پر از نامه‌ای که هنوز در قلبم زندگی می‌کنند. در غربت میان زبانهای ناآشنا و مردمان ناآشنا، میان کوچه‌های سرد باز هم زن ماندم و مادر شدم. مادری که می‌خواهد فرزندش بداند زن ضعیف نیست، زن خانه هست، زن ریشه است، زن آینده است. امروز اگرچه دختران وطنم پشت درهای بسته ایستاده‌اند، اما من باور دارم هیچ تاریکی تا ابد ماندنی نیست. روز میرسد که همان دختران دوباره با کتابهایشان به سوی مکتب خواهند رفت و صدای خنده دختران افغان دوباره در کوچه های وطنم خواهد پیچید و آن روز دنیا میفهمد زن افغان هرگز شکست نخورده است. ما دوباره بلند میشویم، قوی‌تر، پویاتر و با عظمت‌تر از دیروز. روز زن به همه زنان قهرمان و شکست ناپذیر افغان و زنان قدرتمند جهان مبارک باد.